من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. بحث جهاد بود و مشرکین مکه گناهان بزرگ و جنایت‌های بزرگ را مرتکب می شدند، اما اگر کسی اشتباه کوچکی سهوا و از روی فراموشی یا ندانستن تاریخ انجام میداد، این را محکم می گرفتند و بر این اعتراض می کردند. در نزدیکی مکه مکرمه در مقام نخله درگیری بود بین مسلمانان و بین مشرکان و درگیری چند روز ادامه داشت. آخر در یکی از روزها که در واقع اول رجب بود، ولی مسلمانان فکر کردند که آخرین روز جمادی الاخری هست، جمادی الثانی هست به اصطلاح. در این روز فردی از مشرکان به نام عمرو بن الحضرمی کشته شد. غوغا به پا کردند، سر و صدا کردند که اینها احترام ماه حرام را ندارند، چون که اول رجب بود. احترام ماه حرام را ندارند، در اولین روز ماه حرام مرتکب قتل شدند. مسلمانان بعد از اینکه متوجه شدند که ماه حرام هست
امروز آخرین روز جمادی الثانی نبوده، امروز اولین روز رجب هست. بر مسلمانان هم خیلی سنگین شد، سخت شد که در ماه حرام کسی را بکشند. روی این اونها از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند که یا رسول الله، ما که این کار را کردیم تکلیف ما چی می شود؟ و بعضی بر این اعتقادند که مشرکین دسته آمدند خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، گفتند که کسی که در ماه حرام بجنگد از نظر شما حکمش چیه؟ در پاسخ اونها خداوند تعالی این آیات را نازل فرمود: یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. علامه ابن جریر نوشته کانوا یظنون تلک اللیله من جمادا. اونها فکر میکردن که این شب جمادی هست، آخرین روز جمادی الثانی هست. و کانت اول رجب ولم یشعروا. اولین روز رجب بود، اونها نمیدانستند. ابن جریر. به هر حال اونها فکر کردن که اول رجب هست و آخر جمادی الثانی بود، اول رجب بود. وقتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدن، الله تعالی در پاسخ این آیات را بیان فرمود. در این آیات بیان شده که جنگ کردن در ماه حرام سخته، چیز بزرگی هست، اما بعضی از موانع هستند و بعضی از علتها هستند که اونها را الله تعالی می فرماید اونها جرمشان از جنگ کردن به مراتب بیشتر هست. 5 چیز را، 5 علت را الله تعالی بیان می فرماید. 1. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، از شما میپرسند در رابطه با ماه حرام، قتال در ماه حرام، جنگ در ماه حرام. قل قتال فیه کبیر. اعلام بفرما جنگ کردن در این ماه بسیار سنگین است، بسیار بزرگ هست. اما وصد عن سبیل الله. اینا جوابهای الزامی بهش میگن، جواب الزامی. که علت جواز چیه؟ علت اول وصد عن سبیل الله، باز داشتن از راه خدا. این یک علت اول. شما که از راه خدا مانع هستید، این باز داشتن از راه خدا به مراتب سنگین تره. 2. و کفر به والمسجد الحرام. کفر به خدای عزوجل و همچنین مسجد حرام. کفر به مسجد حرام همین شرک کردن در مسجد حرام هست، غیر الله را پرستش کردن در مسجد حرام هست. این دومی هست. و اخراج اهله منه اکبر عند الله. علت سوم، جنایت سوم که از جنگ کردن خیلی سنگین تره، اخراج اهله، بیرون کردن اهل مسجد حرام، منه از آن مسجد حرام، اکبر عند الله، بزرگتر است نزد خدا. اهل مسجد حرام کیا هستند؟ و هم النبی صلی الله علیه و سلم و المؤمنون. رسول الله و مؤمنون هستند. چرا اینها را میگه اهل مسجد حرام؟ لانهم القائمون بحقوقه. روح المانی. لانهم القائمون بحقوقه، چون که حقوق مسجد حرام را اینها رعایت میکنند. مسجد حرام را حقوقش را کی رعایت میکنه؟ این گروه.
رسول الله و صحابه. پس اهل اصلی که ارزش اینجا را دارد، ارزش اهلیت را دارد، اینها هستند. اینها را شما بیرون کردید. این گناه کوچکی هست، فقط جنگ کردن گناه بزرگی هست. این سه شد. و چهارم، علت چهارم اباحت قتال. والفتنة اکبر من القتل. علت چهارم، شرک، غیر الله پرستی، بت پرستی، اکبر من القتل، به مراتب از قتل چی هست؟ بزرگتر هست، سنگینتر هست. کاری که شما انجام میدهید و این کاری که صحابه رسول الله اشتباه کردند، این کار صحابه در مقابل جنایت شما هیچی نیست. و علت پنجم، الله می فرماید ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. دشمنی مداوم با شما، حتی که میخواهند شما را از دین برگردانند، ارتداد بیاورند. جنگی که همیشه به خاطر ارتداد است، به خاطر کفر است، به خاطر ترویج شرک هست، این جنگ گناهش از جنگ کردن در ماه حرام خیلی بیشتر است. ولا یزالون یقاتلونکم، هموار اینها با شما می جنگند، حتی یردوکم، حتی که شما را برگردان، غرض مقاتله، حتی که شما را برگردانند از دین شما، ان استطاعوا، اگر بتوانند. اکنون الله تخویف بیان می فرماید، تخویف اخروی. الله می فرماید و من یرتدد منکم عن دینه، هر کسی برگردد از شما از دینش بعد از برگشتن، فیمت، بمیرد، و هو کافر، در حالی که کافر باشد، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة. نتیجه، این انسان ها برباد و ضایع شده اعمالشان در دنیا و آخرت. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل جهنم هستند، اهل آتش هستند، همیشه در آن آتش باقی میمانند. این تخویف است برای کسانی که فکر ارتداد داشته باشند، تحت فشار دشمن، تحت فشار قدرت دشمن برگردن، به عقب برگردن. و اما اکنون بشارت برای مؤمنان، برای مهاجران، برای مجاهدان، برای کسانی که استقامت میکنند در مقابل این تخویف. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. بشارت آمنو قوه اعتقادیه، والذین هاجروا وجاهدوا این قوه چی هست؟ عملیه هست. به درستی کسانی که ایمان آوردند، والذین هاجروا کسانی که هجرت کردند، عن الاوطان للمحافظه على الدین، هجرت کردند از وطنشان به خاطر اینکه دین محفوظ بماند. ببینید گاهی انسان هجرت میکنه به خاطر دنیا، این هجرت شامل اون نیست. میگه مثلا اینجا در این شهر خودم کار کردن خوب نیسته، منافع کمی گیر میاد، دبی بریم بهتره. این مهاجر نیست. هجرت اونه که در جای خودش، در شهر خودش خطر ارتداد است، خطر عرض کنم که بیدینی هست، بیدینی خودش، اهل و عیالش، فرزندانش. لذا صرفا به چه منظوری میره؟ که دین محفوظ میماند. لذا الله میفرماید والذین هاجروا کسانی که هجرت میکنند، وجاهدوا فی سبیل الله کسانی که جهاد میکنند در راه خدا، یعنی برای اعلاء کلمت الله، اولئک یرجون رحمت الله. ثمره، نتیجه، الله میفرماید اینها امیدوار رحمت الهی هستند. این خبر هست اما به معنی امر است. امیدوار هستند یعنی امیدوار باشند، امیدوار هستند یعنی امیدوار باشند. والله غفور رحیم،
رب العالمین بخشاینده و مهربان هست در حق این انسان ها. در حق اینها چیه؟ مهربان است. یسألونک عن الخمر والمیسر. ببینید در گذشته الله عزوجل مسئله جهاد را و از دو نگاه، عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لكم. بسا اوقات چیزی را شما نمیپسندید به نفعتون هست، میپسندید به ضررتون هست. این مسئله رو میگم مسئله ذو وجهین، مسئله که دو عرض کنم که جهت داشته باشد. لذا بعضی به این مناسبت بعضی از مسائل ذو وجهین که اینها هم جز امور انتظامی هستند اینجا بیان میشوند. یکی از اون مسائل مسئله خمر و میسر است، شراب و قمار. شراب و قمار را الله تعالی می فرماید که از شما سوال میکنه، یسألونک عن الخمر والمیسر، از شراب و قمار، قل فیهما، این هم مسئله ذو وجهین است. ببینید شراب به ظاهر منفعت هست، لذت است توش، اما گناهش را، ضررش را که انسان میبیند ضررش به مراتب بیشتر است. قمار هم همچنین، قمار هم به ظاهر منفعت است ولی ضررش بیشتر است. دلیل علت مال باختگی میشه، علت جنگ و جدل میشه، انسان ها هم دیگر را میکشن میزنن. لذا الله تعالی هم منافع را هم مضار را میگویند. این اولین آیه هست که در شناعت و قباحت شراب نازل شد، چون که حرمت شراب تدریجا نازل شد. اول الله تعالی هم منافع را ذکر کرد هم مضار را و فرمود که مضار بیشتر هستند، ضررها بیشتر هستند. یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال میکنن شما را از شراب و قمار. قل فیهما اثم کبیر، اعلام بفرما که در این هر دو گناه بزرگ هست. و منافع للناس، منافع هم برای مردم هست. منافع چیه؟ من الربح فی التجاره، سود هست در تجارتشون. والالتزاز به، لذت هست. والسرور، بظاهر خوشی هست. و حصول المال بلا تعب، و مال انسان به دست میاره بدون رنج. در یک برد قمار چندین دلار، چندین درهم، دینار به دست می آورد. لذا بدون رنج، بدون زحمت چی مال به دست می آید. پس این منافع هست. اما و اثمهما اکبر من نفعهما، اما گناهشان، گناه هر دو بیشتر است از نفع دنیوی اونها. اولا که خدا را ناراضی می کند، از این ضرری بالاتر وجود ندارد از نفعشان، پس گناه بیشتر است. و یسألونک ماذا ینفقون، این مسئله دوم ذو وجهین است. چی خرج بکنند؟ اون سؤال گذشته هست که چی خرج بکنند. الله تعالی اونجا اول مورد را بیان فرمود، مصرف را بیان فرمود. اینجا چی را بیان میفرماید؟ اینجا خود مال را که چه مالی خرج کنند. قل العفو، قل العفو. عفو چی را میگند؟ عفو تفسیر قرطبی گفته ما فضل عن حوائجهم. عفو یعنی اضافه، زیادت. ما فضل عن حوائجهم، هر چی که از نیاز اونها بیشتر است. هر چی که از نیازتون بیشتر خرج کنید، اشکال ندارد. ولی اون چیزی که خود انسان نیاز دارد، زن و بچه انسان نیاز دارد، اون را انسان مصرف نکند. كذلك يبين الله لكم الآيات، الله می فرماید این گونه الله آیات را برای شما بیان می کند. لعلكم تتفکرون، شاید شما بیاندیسید. تتفکرون فی الدنیا والآخرة، درباره امور دنیا و آخرتتون فکر بکنید. یعنی انسان آیات خدا را ببیند، برای دنیای خودش هم فکر کنه، برای آخرتش، منفعت دنیا و آخرت. یعنی دنیا و آخرت منفعتش در چی هست؟ قرطبی خیلی این را جالب نوشته فتحبسون عن اموالکم ما یصلحکم فی معاش الدنیا.
از این مالها خب خوب فکر کن برای دنیایت، از این مالها حبس کن، نگه دار اونی که برای معاش شما، برای اصلاح دنیای شما مفید است. فتحبسون عن اموالکم ما یصلحکم فی معاش الدنیا، اون چی که برای معاش دنیا و زندگی دنیا به خیر شماست، به نفع شماست. و تنفقون الباقی فيما ينفعكم في العقبه، و تنفقون الباقی، بقیه را خرج کن، فيما ينفعكم في العقبه. قرطبی، آن چیزی که در آخرت برای شما سودمند است. عفو معنیش هم همینه، هر چی که نیاز دنیایت هست نگه داره برای خودت، برای خودت، برای فرزندانت، اما اون چی که زائد هست، اضافه هست، در راه خدا برای آخرتت ذخیره کن. لذا الله می فرماید تتفکرون فی الدنیا والآخره، بیندیشید، فکر کنید، هم منافع دنیایتون را در نظر بگیرید، هم منافع آخرت را در نظر بگیرید. و یسألونک عن الیتاما، مسئله دیگر که از امور انتظامی هم هست، ذو وجهین هم هست، یتیم. یتیم ببینید مالش را اگر ما به هر حال بالا بکشیم منفعت دنیوی، به خودشون بدیم منفعت اخروی ما هست، این هم مسئله ذو وجهین هست. لذا چیکار بکنیم؟ الله عزوجل اینجا بر ما مشکل نگرفته. الله نفرموده که همه چیز یتیم جدا باشد، باید اتاقش جدا باشد، منزلی که برایش کرایه میکنیم باید که یخچالش جدا باشد، اجاقش جدا باشد، آردش جدا باشد، برنجش، روغنش اصلا با ما قاطی نشه. خب اینطور حرجه، به ضرر خود یتیم هم هست. الله میفرما اون چی که مهم است، قل اصلاح لهم خیر، اصلاح برای اونها خوب است. یعنی طوری شما عمل بکنید که اصلاح مال اونها بشه، اونها ضرر نکنند. شاید شما برای اونها همه این وسایل را جداگانه بگیرید، ضرر بکنند. شما به زعم خودتون به هر حال احتیاط را در نظر بگیرید، نه، اونها را اگر مالتون را با مال خودتون قاطی بکنید، خب اونا برادران شما هستند، فرزندان شما هستند. 5 نفر به اصطلاح اهل و عیال خودتون هست، 6می اون یتیم هست. پس شما طوری برنامه ریزی بکنید همه چیز را با هم بخورید، ولی به 6 قسمت بکنید. 1 قسمت از مال یتیم خرج بکنید، 5 قسمت از مال خودتون خرج بکنید. به این صورت، نه اینکه از مال اون اضافه بذارید. این را الله میداند، والله یعلم مفسد من المصلح. اگر کسی هدفش خیانت باشد هم الله میداند. پس اون چیزی که مهم است، اختیار به دست شماست. اصلاح مال یتیم چیه؟ مهم است. الله می فرماید و یسألونک عن الیتاما، درباره یتیم ها شما سوال میکنند. قل اصلاح لهم خیر، اعلام بفرما اصلاح در امور دنیوی و اخروی برایشان خیر هست. و ان تخالطوهم فاخوانکم، اگر غاطی بکنید آنها را فی النفقه، خلط بکنید مالشان را و خودشون را در چی؟ در خرج کردن، فلا بأس، جزا مقدر است، اشکالی ندارد، اشکالی ندارد. چرا؟ چون که فاخوانکم، آنها برادران شما هستند. والله یعلم المفسد من المصلح، رب العالمین میداند مصلح را از مفسد، اون کسی که نیتش فساد است، اون کسی که نیتش اصلاح است. الله هر یکی را میداند. چه نیتی دارید؟ الله از نیات شما با خبر هست. ببینید الله یعلم المفسد من المصلح، تفسیرش چیه؟ معالم التنزیل نوشته، یعنی الذي یقصد بالمخالطه الخیانه، اون کسی که با غاطی کردن هدفش چی است؟ خیانت است، او را هم الله میداند. و افساد مال الیتیم، و میخواهد مال یتیم را به هر حال خراب بکند، بالا بکشد، بخورد، هم میداند. و اکله بغیر حق، و میخواهد که مال یتیم را چی بکند؟ اکله بغیر حق، مال یتیم را بنا حق بخورد، الله این را میداند. و همچنین عن الذی یقصد الاصلاح، از اون انسانی که قصدش چی هست؟ اصلاح هست. الله هر دو را میداند، معالم التنزیل. پس الله میفرماید والله یعلم المفسد من المصلح،
الله میدانند مفسد را از مصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، اگر الله بخواد لأعنتكم شما را در حرج واقع می کند، در مشقت واقع می کند. یعنی چه؟ اگر خدا بخواهد بر شما سخت میگیرد، میگوید حق ندارید که مال یتیم را با مال خودت قاطی بکنید، همه چیزی او باید جدا بشه. خب شما هم به زحمت میافتید، برای شما هم باید یک آشپز جداگانه برایش تعیین بکنید، باید تمام برنامه ریزیش مستقل بشه. علاوه از اینکه یتیم ضرر میکند، زحمتی برای شما هم هست. ولو شاء الله لأعنتكم، ای ولو شاء الله لأعنتكم معنی چیه؟ ای نضیق علیکم، اگر ما بخوایم بر شما چی میکنیم؟ عرصه را تنگ میکنیم. ولم یجوز لكم مخالطتهم، به شما اجازه نمیده که مال اونها را با مال خودتون چی؟ خلط کنید. اگر خدا بخواد این کار را میکند، ولی الله عزوجل یسر و آسانی شما را هم در نظر میگیرد. اکنون که الله آسانی و راحت شما را در نظر میگیرد، شما هم الله را در نظر داشته باشید. خیانت در دل نباشد، خیانت در دل نباشد، بلکه اصلاح باشد. ان الله عزیز حکیم، بدون شک خداوند غالب هست، هر کاری را میتواند بکند، حکیم هست، کارهای رب العالمین با حکمت است. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، مسئله چهارم ذی وجهین. چهارم مسئله نکاح با مشرکه. زنی هست مشرکه، انسان با اون نکاح بکند، امکان دارد بلا تشبیه زیبایی ظاهریش خیلی بهتر باشد، مال داشته باشد، شرایط زندگیش خوب باشد، موقعیتش خوب باشد. خب اینا منافع هستند. اما مزارش را وقتی که انسان نگاه، اینم ذو وجهین است، نه؟ مزارش را وقتی که انسان نگاه میکند، ضررها هم خیلی زیادند. مشرکه هست، دین ندارد، بی دین هست، با خدای عزوجل شریک قرار میدهد، در دلش فقط الله نیست، غیر الله هست، یکتا پرستی ندارد. لذا نکاح این چی؟ امکان داره فردا دین را از خود شوهر هم بگیرد، شوهر را بی دین بکند. اگر شوهر را بی دین نکند، فرزندان را بی دین می کند. لذا اینها، این مزار خیلی از اون منافع بیشتر از اون بلا تشبیه عشق ظاهری که انسان دل داده به او و چهره سفیدش را و پوست سفیدش را دیده. اون منفعت اونقدر نیست در مقابل این ضرر که دنیا و آخرت انسان خراب میشه. لذا الله عزوجل می فرماید همچنین کسی که مشرک هست و برای خواستگاری آمده، بی دین هست و برای خواستگاری آمده، در دلش شرک هست، در دلش غیر الله پرستی هست، ندای غیر الله دارد، خب اون اگر موقعیتش خوب هست، جایگاه دنیوی خوبی دارد، سواد خوبی دارد، دانشگاه رفته هست، تحصیل کرده هست، حقوق بگیر خوبی هست، دکتر هست، مهندس هست، خب این منفعت دنیاست. اما مضرات را ببینید، مضرات آخرت. انسان فرزند خودش را در واقع دارد به طرف بیدینی میفرستد، به طرف عرض کنم که شرک میفرستد. فرزندان فردا نتیجهشون چی میشه؟ لذا الله تعالی اینجا منافع و مضار را میفرماید، مثل منافع و مضار شراب و خمر، و میفرماید که منافعش کمتر است، ضررها بیشتر است. پس مسلمان اونه که دفع ضرر میکند، ضرر را از خود دور میکند. الله میفرماید ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، شما نکاح نکنید با مشرکات، با زنان مشرکه، حتی یؤمنن، حتی که مؤمن میشن. خب بعضی و اوقات انسان میدونه که این مؤمن شدنش هم از روی چی است؟ از روی همین مسائل دنیوی هست. بعضی میگه مثلا من برای یک زن مسیحی
عاشق شدم، خب غیر مسلمان است، جایز نیست. میگه اون مسلمان میشه، گفته اگه با من ازدواج بکنی مسلمان میشه. یعنی این همون مهاجر ام قیس است، به خاطر ازدواج مسلمان میشه. خب مشخص این مسلمانی به دردی نمیخورد. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، شما نکاح نکنید زنهای مشرکه را حتی که ایمان بیاورند. ولا امة مؤمنة خیر من مشرکة، الله می فرماید یک کنیزکی باشد، کنیزی باشد، مؤمنه باشد، فقط در دلش ایمان باشد، یکتا پرستی باشد، خیر من مشرکة، بهتر است از آن مشرکه. ولو اعجبتکم، گرچه اون مشرکه را شما بپسندید، شما را خوش بیاد ازش، به دلیل مال و جمال بنویسید، چون که مال دارد یا زیبایی دارد، باز هم از اون مالدار و از اون زیبارو، این کنیزک که ولو اینکه کنیزک سیاه فام باشد ولی در دلش ایمان هست، در دلش نور ایمان و نور الله هست، این چی هست؟ به مراتب ارزشش بیشتر است. ولا تنكحوا المشرکین حتی یؤمنوا، شما به نکاح ندهید مشرکین، یعنی دخترانتون را به نکاح ندهید به مشرکین حتی اونها ایمان بیاورند. اگر مشرک بود داماد خواستگار، مؤمنی نبود، اما یک برده هست، الله می فرماید ولعبد مؤمن خیر من مشرک، یک برده، یک بنده مؤمن بهتر است از یک مرد مشرک. ولو اعجبکم، گرچه اون مشرک شما را خوشتون بیاد، یعنی شما بپسندید او را، سوادش را، تحصیلش را، مالش را، جمالش را، زیباییش را، همه چیز را بپسندید، ولی این برده، این فقیر، این نادار ایمان دارد، مؤمن است، این مؤمن چی دارد؟ ارزش دارد. به همین قیاس میتونیم ما در غیر از مسائل شرک و کفر، بلکه در مسائل فسق و ایمان، یک کسی هست، دامادی هست که موقعیت خوبی داره، مسلمانه، ولی فاسق، نماز نمیخواند، مخدر استفاده میکند یا شراب استفاده میکند، خمر مینوشد. و یک طرف دیگه داماد کسی هست که فقیر است، طالب العلم است، پول نداره ولی ایمان داره. خب خیلی این ترجیح دارد از اون کسی که دین ندارد. همچنین دختری هست، دختری صاحب جاه و مال و زیبایی هست، همه چیز داره، انسان اونجا اگه ازدواج بکند به نوایی هم میرسد، ولی اونجا دین نیست، فسق هست، گناه هست، منکر هست، ماحول خراب هست. و یک طرف دیگه دختر فقیری هست ولی دیندار هست، ایماندار هست، حافظ قرآن هست. خب اینجا شاید اون منافع مالی نباشد ولی منافع دینی هست. علی هذا القیاس بقیه هم میتونیم چی بکنیم؟ قیاس بکنیم. لذا الله می فرماید ولعبد مؤمن خیر من مشرک، یک برده مؤمن بهتر است از یک انسان مشرک. ولو اعجبکم، گرچه اون انسان مشرک مالش و جمالش شما بپسندید، مال و جمالش را، علت را اکنون الله بیان می فرماید اولئک یدعون الی النار، اون انسان ها، اولئک یعنی المذکورون، مذکورون کی هستند؟ کسانی که ذکر شدند، مشرک، چه مردش چه زنش. اولئک یدعون الی النار، اونها دعوت میدهند به سوی آتش. دعوتگر به سوی چی هستند؟ آتش هستند. آتش، اما خدا والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه، رب العالمین شما را دعوت میدهد به سوی بهشت و به سوی مغفرت باذنه، با توفیقش. ببین تفسیر میکنم، اولئک يدعون الى النار، نمیگه اون بیا بریم به طرف جهنم، بریم به طرف آتش، به سوی اعمال انسان را میخواند که اون اعمال موجب نارن. به این خاطر قرطبی گفته الی النار یعنی الی الاعمال الموجب للنار،
الى الاعمال الموجبه للنار. اون مشرک انسان را بسوی، یا فاسق و فاجر انسان را بسوی اعمالی که موجب نار هست، بینمازی، شراب نوشی، قمار، مخدر، راه فساد، اونها اعمالی را انسان را بسوی اعمالی دعوت میدهند که موجب چی هست؟ نار هست. اما والله يدعو الى الجنه والمغفره، خداوند شما را به جنت میخواند، به مغفرت، ای الى اعتقاد الحق والعمل الصالح، الى اعتقاد الحق والعمل الصالح، بسوی اعتقاد حق و عمل صالح الموصلین الیها، همون اعتقاد و عمل صالحی که الموصلین الیها که انسان را به کجا میرسانند؟ به جنت میرسانند. روح المعانی. و بعضی دیگه گفته الی الجنه ای الی التوحید الذی یسبب الجنه، خداوند شما را دعوت میده به سوی توحیدی که سبب چی میشه؟ بهش میشه. لذا به سوی شرک نرید، به سوی نکاح اهل شرک نرید. و یبین آیاته للناس، الله آیات را بیان میفرماید برای مردم. حکمت تبیین چیه؟ حکمت بیان این آیات لعلهم یتذکرون، شاید مردم پند بگیرند. پس این آیات برای پند گرفتن ماست، برای عمل کردن ماست، برای اینکه ما این مسیری که الله دعوت میده، این مسیر را چی بکنیم؟ انتخاب بکنیم. خب این مسئله چهارم ذووجهین شد، یعنی نکاح کردن مشرک یا نکاح دادن دختر خود به مرد مشرک. و یسألونک عن المحیض، پنجمین مسئله که عرض کردم ذووجهین، 5 تا هستن به مناسبت اون مسئله ذووجهین آمده بودن و اینها از امور انتظامیه هستند. سؤال از زنی هست که در حالت حیض هست، سؤال از زنی هست که در حالت حیض هست. باز هم در اسلام اعتدال هست، در دین یهود و مسیح، یهود و نصارا افراط و تفریط هست. نصارا وقتی که زنی عادت ماهواریش بود، عادت ماهیانش بود، هیچ پروا نمی کردن با اون زن، رابطه مثل ایام دیگه بود، یعنی بلا تشبیه مجابعت و همخوابی و اینا داشت و اون حیض مانع نبود. و یهود برعکس، زنی که عادت ماهیانه داشت اصلا با اون زن در یک خانه نمی نشستند، در یک خانه زندگی نمی کردن، روی یک سفره باید اون زن مثل یک حیوان محقر بلا تشبیه باید یک گوشه می بود تا زمانی که این ایام را بگذراند و پاک بشه دوباره پیش مرد بیاد. یعنی زن یک آله‌ای که از او استعمال، فقط استفاده می کردن بلا تشبیه، استفاده جنسی. الله عزوجل اینجا راه اعتدال و مذهب اعتدال را به مسلمانان نشان میده. میفرماید که وقتی که چنین حالتی دارد شما از مقاربت و نزدیکی و همخوابی فاصله بگیرید، ولی با زن یک جا میتونید بشینید، صحبت بکنید، در یک اتاق باشید. لذا اون تنفری که یهود دارد هم نه و اون اختلاطی که مسیح دارد هم نه. لذا الله می فرماید و یسألونک عن المحیض، سؤال میکنن شما را از محیض، زنی که در حالت حیض هست. ذووجهین هست، دو جهت چیه؟ یکی جهت تلذذ هست در این زمان، همخوابی تلذذ، و همچنین جهت تلوث بالاذى، انسان هم میتونه بلا تشبیه لذت حاصل بکنه، هم میتونه آلوده بشه با نجاست. لذا الله میفرماید قل هو اذن، این اذایی هست. اذایی هست چی؟ عرض کنم که همین مریضی، یک مریضی هست باعث اذیت و آزار. فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس اجتناب کنید، دوری بکنید از زنها فی المحیض، در حالت حیض، فی ایام الحیض، فی المحیض بنویسید فی ایام منظور از اعتزال، اعتزال چون گوشگیری را میگویند. آیا همون گوشگیری که یهود داشتند؟
مشرکین مکه هم داشتند همون میفرماید نه. علامه آلوسی میگه والمراد من اعتزال النساء اجتناب مجامعتهن. والمراد من اعتزال النساء اجتناب مجامعتهن، یعنی مراد از اعتزال اجتناب کردن از همخوابی فقط. همچنین فتح البیان گفته والمراد من هذا الاعتزال، مراد از این اعتزال و کنارگیری چی هست؟ ترک المجامعه لا ترک المجالسه. مجامعه را ترک کنیم، مجالسه هم نشینی در یک سفره غذا خوردن این را ترک نمیگوید. او الملابسه، یا به هر حال با هم دیگر کنار هم قرار گرفتن و قاطی شدن این را ممنوع قرار نمیده، فقط همخوابی را. فإن ذلك جائز، این جائز است. پس مراد از اعتزال همه مفسرین میگن فقط چیه؟ همخوابی نباشه. ولا تقربوهن حتی یطهرن، نزدیک زنها نروید. اینجا بنویسید بالوطی والمجامعه، تا چه زمانی؟ حتی یطهرن، حتی که اونها پاک بشن. فاذا تطهرن، وقتی که خوب پاک شدند، فأتوهن من حیث امرکم الله، پیششون بیایید. این بازم کنایه از مجامعت است، یعنی اجازه دارید من حیث امرکم الله، اما از همان طریقی که الله به شما امر کرده. الله تعالی به شما امر کرده. امروز در میان جامعه چیزهای معروف هست از طرف دشمنان آمده. همه این صورت ها به صورت اجمال میگم درس قرآن هست، مسجد هست و به هر حال الفاظ هم باید حساب شده باشند در مقابل قرآن. بغیر از این صورتی که قرآن گفته که در آیات آینده میگه حرث، یعنی اون طریقی که طریق حرث است، طریق ولادت فرزند هست. بغیر از اون طریق بقیه طرق که طریق فرث باشد بلا تشبیه طریق لواط هست، اینها حرام هستند در اسلام و اینها جز بزرگترین کبائر هستند. چون که قرآن مجید از چیزی که صراحتا من کرده و انسانی بیاید و حکم صریح قرآن را نادیده بگیرد بشکند، این انسان مرتکب کبیره شده و خدا خودش بر او رحم بکند. لذا اگر توبه نکند به عذاب بسیار شدیدی گرفتار میشه. لذا امروز آموزش هایی که از جانب دشمنان آمده و به هر حال حرث را با فرض قاطی کردند و صرفاً یک فایده ابزاری از زن و صرفاً میخواهند که به هر حال مثل حیوان، الان میخوام بلا تشبیه دیگه، تشبیه به حیوان شده، مثل حیوان شده که صرفاً اونجا شهوت و ارضا هست مد نظر و نه چیزی دیگر. اینها تمام ببینی این آیات قرآن مجید را، آیات صریح قرآن مجید که اینها مخالف اینها هستند. الله می فرماید فأتوهن من حیث امرکم الله ای من القبل للدبر، اون راهی که الله دستور داده. ان الله یحب التوابین، این ترغیب توبه هست. کسی که اشتباه کرده در گذشته در زمان جاهلیت نمیدونسته، الله دوست دارد توابین را، توبه کنندگان را، و یحب المتطهرین، و الله تعالی دوست دارد پاکان را، کسانی که پاکیزگی را اختیار میکنند. اونهایی که از راه فرض میروند اونها پاکیزگی را اختیار نمی کنند، اونها راه نجس را و نجاست را اختیار کردند. لذا الله اونها را دوست ندارد. کسی که خدا دوستش داشته نباشد برای اون انسان چی میماند؟ نه دنیایی دارد و نه آخرتی دارد. و الله میفرماید نساؤکم حرث لکم، زنان شما حرث هستند، ای به منزلت الحرث، مثل کشت هستند. حرث به معنی چی؟ کشت، کشتزار، که انسان کشت را از جایی و از طریقی وارد میشه که به هر حال حاصلی داشته باشه. فأتو حرثکم انا شئتم، شما
پیش حرستان بیایید، کشتتان بیایید، به هر کیفیتی که میایید، ولی راه چی باشد؟ ولاد باشد. متوجه هستید؟ طریقش به چه صورتی باشد این مهم نیست، اما راه دیگر نباشد، راه فرس نباشد، راه نجاست نباشد و طریق دیگر نباشد، که اگر این باشد به هر حال این خلاف ورزی دستور خداست. و قدموا لانفسکم، اینجا الله تعالی اصول فوز را بیان می‌فرماید که برای خودتون چیزی جلوتر بفرستید، تقدیم بکنی برای خودتون به آخرتتون. همیش گناه، همیش معصیت، همیش نافرمانی خدا. واتقوا الله، این نسخه عمل است. اصل دوم از اصول فوز هست و نسخه عمل است. انسان هایی که راه های غیر مشروع را در روابط زناشویی اختیار می کنند، در روابط جنسی اختیار می کنند، راه های غیر مشروع را تمام نشأت می گیرد از بی تقوایی، از خدا نترسی، از ارضای نفس و شهوت، خود را راضی کردن، نفس را راضی کردن، هوا را راضی کردن و خدا را ناراضی کردن. لذا الله می فرماید واتقوا الله، تقوا داشته باشید، از الله بترسید. خب نسخه تقوا را هم عرض کردم، خداوند در بیشتر جاها هم یادآوری میکنه. این تقوا خدایا چگونه به دست بیاد؟ از کجا؟ رب العالمین می فرماید واعلموا انکم ملاقو، یقینا بدانید که شما الله را ملاقات میکنید. انسان وقتی که میداند فردا در محضر الله حاضر میشه، ریز و درشت مورد محاسبه قرار میگیره. خب این انسان الان فکر میکنه، الان برنامه ریزی میکنه، خطایی نباشد در نامه اعمال. لذا الله می فرماید واعلموا انکم ملاقو، یقین بدانید که شما الله را ملاقات میکنید، شما در محضر الله حاضر میشید. و بشر المؤمنین، ای رسول الله بشارت بده مؤمنان را، کسانی که ایمان دارند، المتصفین به اصول ثلاثه، کسانی که اصول ثلاثه را متصف به اصول ثلاثه هستند. اصول فوز سگانه اینجا خواندیم. یک، اصل فوز اول چی بود؟ وقدموا لانفسکم. دو، واتقوا الله، اصل فوز دوم چی بود؟ تقوا بود. سه، واعلموا انکم ملاقو، این یقین و ایمان به آخرت، بدانید که شما خدا را ملاقات می. این کسانی که این اصول را، اصول فوز را رعایت می کنند، ای رسول الله اونها را بشارت بده. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. امر دیگه از امور انتظامیه، بعضی از مردم قسم میخوردن که فلان کار را نمی کنیم، اون کار خوبی بود، لذا نام خدا را مانع از کار خوب و از بر قرار میدادن. به طور مثال قسم میخورد من با برادرم حرف نمیزنم، با پدرم حرف نمیزنم. نام الله را مانع کردی، مانع قرار دادی از نیکی، از سخن گفتن با پدر. الله عزوجل می فرماید که نام الله را شما هدف قرار ندهید، هدف و نشانه این تیرتون و قسمتون قرار ندهید. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قرار ندهید نام الله را عرضه. عرضه عرض کردم، اصل عرضه به چی میگویند؟ نشانه، هدف. کسی که یک نشانه میگذارد بعدا به سوی او تیراندازی میکند. اینجا عرضه به معنی مانع هست. العرضه عبارت عن المانع، تفسیر کبیر. نام خدا را شما مانع قرار ندید. لایمانکم، این لام تعلیلیه هست. لام چی هست؟ یعنی به علت قسمتان، به علت قسمتان. بعض هم تفسیر کبیر میگه لایمانکم، اللام للتعلیل
تقدیره ولا تجعلوا الله ولا تجعلوا ذكر الله ولا تجعلوا ذكر الله مانعا بسبب ايمانكم من ان تبروا مانعا بسبب ايمانكم من ان تبروا. خداوند میفرماید شما نام خدا را مانع قرار ندهید و ذکر خدا را مانع قرار ندهید به سبب اینکه قسم خوردید با نام خدا از اینکه شما نیکی بکنید. نه، شما نیکی بکنید. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا، یعنی من ان تبروا و تتقوا، از اینکه تقوا داشته باشید و تصلحوا بین الناس، صلح بکنید بین مردم، این کار را نکنید. والله سمیع علیم، الله تعالی شنواست، همه اقوال شما را میشنود. علیم هست به احوال شما. خب بعض انسان ها قسم میخورند هدفی ندارند، قسم لغو را الله میفرماید مؤاخذه‌ای نیست. قسم لغو دو صورت دارد. یک صورتش اینه که قسم میخوری بدون اختیار میگه والله عادت کردی. خب این عادت خوبی نیست، ولی باز هم این قسمی حساب والله چنینه والله چنانه، ولی به دروغ نه. یکی این که انسان، یک قسم دیگری که از نظر امام ابو حنیفه لغو همینه، اینه که انسان به یک چیز قسم میخورد که اعتقاد دارد، به همون صورتی که اعتقاد دارد قسم میخورد. مثلا قسم میخورد که امیر آمده، پادشاه آمده، میگه قسم به خدا که انه لقادم، آمده اون، والله انه لقادم، ولی در حالی که اون نیامده. خب این انسان فکر میکنه آمده، به این خبر رسیده که آمده، در حالی که واقعیت خلافش است. پس الله تعالی میفرماید که شما به هر حال این لغو هست، این لغو را خدا مؤاخذه نمی کند، مؤاخذه می کند غموس را، بما عقدتم الایمان. غموس اینه که شما میدانید که نیامده و قسم میخورید آمده. انسان میدونه که خلاف است قسمش، الله برای این مؤاخذه میکند. الله میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله مؤاخذه نمی کند باللغو در قسمهایتان، ولکن یؤاخذکم، اما مؤاخذه می کند بما کسبت قلوبکم، به آنچه که دلهای شما کسب کرده. یعنی قلبا میدونی اینطور نیست، باز هم قسم میخورید. والله غفور حلیم، خداوند بخشاینده هست برای کسانی که توبه بکنند، اما تا به حال اگر مؤاخذه نکرده حلیم هست، بردبار هست. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر. الله تعالی اینجا یکی دیگر از امور انتظامیه را بیان می‌فرماید، مسئله ایلا. ببینید ایلا در زمان جاهلیت هم وجود داشت، اما حکمش بسیار سنگین بود. کسی قسم می‌خورد پیش زنش، میگفت که من پیش تو نمیام، من نزدیک تو نمیام، لذا این زن برای همیشه بر این مرد حرام میشد. اما از قید این مرد خارج هم نمیشد، از نکاحش خارج نمیشد که بره یک شوهر دیگه بگیره. از یک جهت در اسارتش بود، اسیر بود، و از یک جهت بر مرد چی بود؟ حرام بود، طبق مذهب خاصی که اونها داشتن. پس این زن بیچاره دیگه بیچاره تر میشد برای همیشه، نه از این شوهر خیری و نمیتونست شوهر دیگه. اما اسلام آمد و ایلا را به ایلا نظم داد و الله تعالی فرمود که کسی که اگر قسم خورد، ایلا به معنی قسم هست، کسی که قسم خورد که نزدیک زنش نمیره، اگر قسمش تا 4 ماه بود و 4 ماه بیشتر، خب زودتر اگر رفت کفاره قسم بده، اگر نرفت تا 4 ماه به بعد، خود به خود این زن از این چی میشه؟ جدا میشه، فرقت واقع میشه، جدایی واقع میشه. این زن میتونه یک شوهر دیگه بعد از اتمام عدت بگیرد. فقط اینجا اختلافی هست بین فقهای ما. امام ابو حنیفه رحمه الله معتقد است بعد از 4 ماه خود به خود یک طلاق باین واقع میشه، یک طلاق باین واقع. امام شافعی رحمه الله میفرماید که بعد از 4 ماه طلاق نمیشه، فرقت به قضاء قاضی، یعنی قاضی باید بین اینها چی بکند؟ جدایی.
الله می فرماید للذین یؤلون من نسائهم، برای کسانی که ایلا میکنن از زنهایشان، یعنی قسم میخورند که نزدیک زن نرن، تربص 4 اشهر، انتظار 4 ماه، انتظار 4 ماه. فإن فاؤوا بمعنی رجعوا، اگر رجوع کردند قبل از 4 ماه، فإن الله غفور رحیم، بدون شک الله عزوجل غفور هست، بخشاینده و مهربان است. و ان عزموا الطلاق، اگر آنها عزم طلاق کردند، اراده طلاق کردند، بترک الفیء فی 4 اشهر، یعنی در ظرف 4 ماه رجوع نکردند، اگر آنها عزم طلاق کردند، فإن الله سمیع علیم، بدرستی که الله عزوجل شنوا هست و داناست. خداوند هم میشنود هم میدوند این هدفش طلاق است. خب وقتی که طلاق شد بعدا عده هست، عده بگذراند. عده مطلقه چقدر هست؟ ببین مطلقه تا مطلقه هست. اگر مطلقه ای هست که حامله نیست، پس 3 تا مریضی بگذراند بر اساس فتوای امام ابو حنیفه رحمه الله و بر اساس فتوای امام شافعی 3 تا طهر و پاکی. خب 3 قروء خواندی شما در اصول که قرء مشترک است بین طهر و حیض، اون بحث را اینجا نمی کنم. اگر حامله هست عدهش وضع حمل هست، و اگر نه حامله هست ولی نه حائض، چون صغیره هست یا کبیره هست حیض نمیاد، 3 ماه هست. الله می فرماید والمطلقات یتربصن، زنهای مطلقه منتظر باشند به انفسهن، یعنی خودشون را در انتظار بگذارند، نفسهای خودشون را در انتظار بگذارند، 3 قروء، 3 حیض، 3 پاکی. ولا یحل لهن ان یکتمن، برای اونها حلال نیست اینکه یکتمن بپوشند، ما خلق الله فی ارحامهن، آنچه که الله در ارحامشان خلق کرده. چی خلق کرده؟ یعنی در رحمش یا چی هست، یا حمل هست یا حیض هست، لذا حرام است که کتمان بکنه. اگر واقعا حائض هست بگه که من مریض شدم، 1 2 3 تمام شد. یا اینکه اگر حامله هست هم حرام است برای اون که کتمان بکنه، بگه که من حامله هستم. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، آنچه که الله آفریده در رحمشان، ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اگر آنان ایمان دارن به خدا و روز آخرت، پس کتمان نکنن. اما و بعولتهن، شوهرانشان، این بعول جمع بعل هست، بعل یعنی زوج، شوهر، البعل هو الزوج، قرطبی. اما خود در این میان وقتی که در عدت هست، خداوند میفرماید که شوهران خودشون، البته این در صورت طلاق رجعی هست، حقدارتر هستند که این زن به خانه اون شوهر برگردد. در یک حالت عصبانی بودند، جنجال و درگیری بودند، طلاق واقع شد، اما طلاق خوشبختانه رجعی هست. بس بهتر این زن عده نگذراند، تکمیل نکند، نره پیش شوهری دیگه، پیش همین شوهر اگر برگردد، هم برای شوهر بهتره، هم برای زن بهتره، اگر بچه باشه برای بچه هم بهتره، دردسرش کمتر هست. و بعولتهن احق بردهن، شوهرهای این زنهایی که عده میگذرانند حقدارتر هستند به برگرداندن این زنها به اونها، فی ذلک، در این مسئله، فی حق تربص، که منتظر شوهرهایشون بشن، بشرط ان یکون الرجعه، ان ارادوا اصلاح، اگر اراده چی دارن؟ اصلاح دارند. یعنی چه؟ یعنی هدفشون بعد از این دیگه اصلاح باشد، دوباره اون درگیری های دیروز را تکرار نکنن. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، علت اصلاح برای آن زنان است. یعنی ببین تنها حقوق بر زن نیست، هم حقوق بر زن است هم حقوق بر شوهر. پس همونطور که علیهن بر زنها یک سری حقوقی است باید رعایت کنه، لهن هم هست. یعنی
به نفع اونها هم یک حقوقی است که باید شوهرها چی بکنن؟ رعایت بکنن، مثل نفقه هست، مثل مسکن هست، لباس هست. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، برای آن زن هاست در نفس وجوب بنویسی، فی نفس الوجوب، مثل الذی، مثل آنچه که علیهن بر آن زن هاست، بالمعروف، طبق دستور شرعی. یعنی شوهر تنها حق ندارد، زنم حق دارد. البته شوهر را الله تعالی می فرماید وللرجال علیهن درجه، شوهر فضیلت دارد. چه فضیلتی دارد؟ فضیلتش از این است که مهنت و مشقت و بار خانه به دوش او هست، زحمت بیشتر به دوش او هست. او باید تکفل بکند، نان را، نفقه را، لباس را، خرج را، همه چیز را. از این جهت فضیلت دارد. والله عزیز حکیم، الله غالب هست اما دستوراتش با حکمت هست. خب این بحث ایلا بود و سپس بحث عده. اما اکنون بحث طلاق که از امور انتظامیه هست. اگر طلاقی اتفاق افتاد، چه طلاقی هست که باعث بازگشت و رجوع میشه و چه طلاقی هست که باعث چی میشه؟ جدایی میشه. الله میفرماید الطلاق مرتان، این بیان عدد طلاق است. طلاق 2 مرتبه داده بشه، یعنی 1 مرتبه، 2 مرتبه، بیشتر از 2 مرتبه نه. کسی طلاق میده 1 طلاق بده، فوقش 2 تا طلاق بده. فامساکن، بعد از 2 طلاق این راه برایش هست. فامساکن بمعروف، پس امساک یعنی نگه داشتن اون زن به معروف طبق دستور شرعی، او تسریح به احسان، یا اینکه اون را رها بکند به احسان، هم طبق دستور شرعی، به خوبی. یعنی بعد از 2 طلاق دیگه زن را اسیر نکند، یا نگهش دارد، نان و نفقه، حق و حقوق همه چیزش را پرداخت بکند، یا راهش را بگذارد تا بره این زن. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، حلال نیست، ولا يحل لكم، حلال نیست برای شما مردها، مما آتيتموهن شيئا، از آنچه که شما به زنها دادید چیزی را بگیرید، این صورت برای شما حلال نیست. الا ان یخافا الا یقیم حدود الله، مگر طرفین یعنی ورثه، اولیاء بترسند الا یقیم حدود الله، که زن شوهر حدود الهی را قائم نمی کنند. حدود الهی چی هست؟ یعنی حق همدیگر را پایمال میکنند، بر همدیگر ظلم میکنند، شب و روز درگیری هست، شب و روز فحش گفتن و بدنام شدن هست. پس اینا همه حدود الهی را زیر پا گذاشتن است. خب در این صورت پس شما میتونید که حتی با برگرداندن مهریه چیکار بکنید؟ اینها را از همدیگه جدا بکنید. عنایت بفرمایید صورت اول که خداوند فرمود ولا یحل لکم، حلال نیست، اینه که مرد نمیخواد زن را نگه داره، دوستش نداره، ولی چیکار میکنه؟ از یک طرف مهریه پرداخته، یا مهریه پرداخت نکرده، مهریه به گردنش هست، 100 سکه هست، 50 سکه هست، لذا زن را اذیت میکنه، چنان شکنجهش میده، چنان دنیا را بر او تنگ میکنه که زن بگه هر چه دادی بگیر، فقط من آزاد کن. این مرد مکر را و برنامه ریزی را کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون چه که داده پس بگیرد. الله میفرماید این برات حرامه، به این زن دادی، بعد از این زن بلا تشبیه استفاده جنسی هم کردی، دوباره پول خودت را برمیگردانی و بعد راهایی را بردی، زن را چنان کتک میزنی، زن را چنان اذیت میکنی که چی؟ که مالت را به تو برگردانه. ولا یحل لکم، حلال نیست، ان تأخذوا، بگیرید، مما آتیتموهن شیئا، از آنچه که به زن دادید. ها، در یک صورتی که میبینه زن مقصره اونجا و زن نمیخواد، ناشزه زن است، میگه من زندگی نمی کنم، الا ان یخافا الا یقیم حدود الله، مگر اینکه هر دو میترسند که حدود الهی را قائم نمی کنند، اجرا نمی کنند،
به جای اینکه زندگی راحتی داشته باشند، به جای اینکه زندگی امر با طاعت و بندگی و رضایت الله باشد، با جنجال و درگیری هر روز خدا را ناراضی میکنند. خب اکنون خداوند شما اولیاء را میگه فان خفتم، اگر شما اولیاء ترسیدید که الله یقیم حدود الله، شما هم به همین نتیجه رسیدید که حدود الهی را اینها قائم نمی کنند، فلا جناح علیهما، گناهی نیست بر آن دو، فی مفتدت به، در آن چیزی که زن فدیه میدهد، در آن چیزی که زن فدیه میدهد. ببینید زن نمیخواد زندگی بکنه، میگه شوهر را میگه خلاص کن مرا، رها بکن، طلاق به دست شوهر است. شوهر میخواد زندگی بکنه، دل داره، علاقه داره به زنش، لذا آخر میبینه به بنبست رسیده. زن به شوهر میگه من این فدیه را بهت میدم، اینقدر مال بهت میدم، من آزاد کن. خب اینجا میفرمای گناهی بر شما نیست، فلا جناح علیهما، گناهی بر آن دو نیست، فی مفتدت به، در آنچه که فدیه میدهد زن آن را. بعد از این که این را در اسلام میگن خلع، بعد از این که فدیه داد، خب این فدیه طلاقی حساب میشه. روی عن عثمان و علی و ابن مسعود و جماعت من التابعین هو طلاق. این چی میشه؟ فدیه دادن طلاقی حساب میشه. قرطبی گفته. به هر حال این فدیه که پرداخت شد خود به خود مفارقت، جدا و طلاق باین. تلک حدود الله، این حدود الهی هست، فلا تعتدوها، در این تعدی نکنید. تعدی نکنید. تعدی چیه؟ تعدی اینه که به هر حال یا زن به شوهر ظلم بکند، یه چیزی بدهد که برای شوهر چیزی نشه، یا شوهر به زن ظلم بکند، یک چیز بسیار بالایی بگیرد، الان که میبیند که طلاق به دست او هست، لذا به هیچ وجه راضی نشه مگر به اندازه خون یک انسان، بالاتر از اون چیزی که مهریه پرداخت کرده. لذا الله می فرماید و من یتعد حدود الله، هر کسی که تعدی بکند در حدود الهی، فاولئک هم الظالمون، این افراد متعدیان، ظالمان هستند، اینها ظالمند و خداوند ظالمین را سخت مؤاخذه میکنند. خب ببینید بحث طلاق بود، در وسط بحث خلع آمد. الطلاق مرتان، فان طلقها، این متعلق به الطلاق مرتان هست، یعنی کسی دو بار زنش را طلاق داد، چند تا طلاق برش مونده؟ یکی. فان طلقها، این طلاق سوم هست. فان طلقها، اگر آن زن را طلاق داد، طلاق سوم، سه تا طلاق که بده چی میشه؟ مغلظه. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره. ببین این زن دیگه برای این شوهر بعد از طلاق سوم حلال نمیشه حتی که این زن بره عقد بکند، نکاح بکند مرد دیگر را. ببین مذهب تمام مجتهدین، مذهب جمهور مجتهدین اینه که مردی که زنش را طلاق میده، طلاق ثلاثه مغلظه، این زن حلال نمیشه مگر بعد از 5 شرط. چند شرط؟ 5 شرط. ابتداء من عبارت امام رازی را میخوانم، اون 5 شرط را شما در آیه پیدا میکنید. مذهب جمهور المجتهدین، مذهب جمهور مجتهدین اینه که ان المطلقه بالثلاث، زنی که 3 طلاق خورده، لا تحل لذلك الزوج، برای اون شوهر حلال نمیشه الا ب5 طرائق، مگر به 5 طریق. تعتد منه، اولا که این مرد که طلاقش میده عده بگذراند، 1. دوم و تعقد للثانی، شوهر دوم او را چی میکند؟ عقد میکند. 2. سوم و یطعها،
اون شوهر دوم هم چی؟ با او هم خوابی داشته باشد. 3. 4. ثم یطلقها، اون شوهر دوم بعدا چی بکند؟ هم طلاقش بده یا بمیرد. این 4. ثم تعتد منه، شرط 5 اینه که عده شوهر دوم را هم بگذراند، یعنی 3 تا مریضی اونجا هم بگذراند. بعد از این 5 طرق، 5 شرط و 5 مرحله میاد برای شوهر اول حلال میشه و الا لا. لذا الله می فرماید فان طلقها، اگر طلاق داد، فلا جناح علیهما، فلا تحل له، حلال نیست برای این مرد، من بعد از این، حتی تنکح زوجا غیره، حتی که نکاح بکند مرد دیگر را، حتی که نکاح بکند مرد دیگر را. ببینید مرد دیگر وقتی که نکاح میکند لازمش چیه؟ لازمش اینه که هم او را باید عده مرد اول را بگذراند، هم در عقد مرد دوم برود و هم او هم خوابی باش میکنه، واطی مجامعت. این 3 تا شرط اینجا شد. فان طلقها، این شرط 4. مرد دوم او را که طلاق داد، 5می شرط اینه که چیش میکند؟ عده میگذراند. فلا جناح علیهما، گناهی نیست بر آن دو، ان یتراجعا ان ظن ان یقیم حدود الله، اینکه ان یتراجعا، اینها بر هم دیگر رجوع بکنند، یعنی مرد و زن، شوهر اولی به اصطلاح، ان ظن ان یقیم حدود الله. اما در این صورت، در چه صورتی میتواند با این شوهر نکاح بکند؟ که دوباره اون جنگ های اولی، حرف های اولی تکرار نمیشه، درگیری های قدیمی تکرار نمیشه. ان ظن، اگر فکر میکنند که ان یقیم حدود الله، و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون. الله میفرماید اینها حدود الهی هستند که اینها را بیان میکند برای کسانی که یعلمون، کسانی که بدانند، درک بکنند، متوجه بشوند. خب بعد از اینکه الله تعالی میفرماید شما زنها را طلاق میدهید، زن هنوز در عده هست، نزدیک عدهش تمام بشه، البته اینم در صورت طلاق رجعی هست، نزدیک عدهش تمام بشه، شما تصمیم خودتون را بگیرید قبل از اینکه عدهش تمام بشه، یا زندگی بکن مثل انسان، حق و حقوقش را رعایت بکن، یا به نحو احسن، به خوبی او را چی بکنید؟ رها بکنید. و اذا طلقتم النساء، هنگامی که شما طلاق دادید زنها را، فبلغن اجلهن، پس رسیدن اینها به مدتشان. بلغن اینجا بنویسید المراد مقاربته دون انقضائه، المراد مقاربته دون انقضائه، منظور اینه که مدت نزدیک بود، مدت تمام نشده. اگر تمام شده دیگه تمام شده، دیگه از این شوهر گذشته. منظور از این بلغنا چی هست؟ نزدیک هست که عدت چی بشه؟ تمام بشه. فامسکوهن بمعروف، نگه دارید ان زنها را به معروف، طبق دستور شرعی، او سرحوهن بمعروف، یا رها کنید اونها را طبق دستور شرعی. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، آنها را نگه ندارید برای ضرر تا اینکه تعدی بکنید. ببینید مشرکین مکه چی کار میکردن؟ هدفی اون چون که دین نبود، ایمان نبود، اذیت کردن مردم بود. زن بیچاره را چیکار میگه؟ یک طلاق میداد، بعد از اون رجوع میکرد، بعد این زن را در اسارت خودش نگه میداشت، این زن نزدیک زن هم نمیره، بعد از مدت یک طلاق دیگر. به این صورت هدفش چی بود؟ اعتدا بود، تعدی بود، اذیت کردن بود. لذا الله می فرماید و من یفعل ذلك، هر کسی این کار را بکند، فقد ظلم نفسه، این انسان ظلم کرده به نفس خودش.
به خودش ظلم کرده، به اون زن ظلم نکرده. این انسان نامه اعمال خودش را سیاه کرده. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، آیات الهی را به مسخره نگیرید، آیات الهی را به مسخره نگیرید، بلکه برای آیات الهی شما چیکار بکنید؟ نعمتهای خدا را یاد کنید. نعمت خدا را که یاد بکنید خود به خود این باعث میشه که به دستورات خدا و آیات خدا شما هم عمل کنید. واذکروا نعمت الله علیکم وما انزل علیکم من الكتاب والحکمت یعظکم به. رب العالمین می فرماید نعمت الله را یاد کن. واذکروا نعمت الله علیکم، زیر نعمت الله بنویسید اسلام. واقعا تا دیروز بهیمیت بود، حیوانیت بود، ظلم بود، ستم بود، اما امروز اسلام آمده، قانون هست، هم زن احترام دارد، هم مرد احترام دارد، هم هر کسی وقتی که به قانون اسلام عمل بشه به حق او ظلم نمیشه. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنی نعمت الله را، یعنی دین مبین اسلام را که بر شماست. و ما انزل علیکم، یاد کن آنچه که الله نازل فرموده بر شما، من الکتاب قرآن مجید، والحکمت و سنت رسول الله یعظکم به، در حالی که الله به وسیله اینها شما را وعظ می کند، شما را پند می دهد. ببینید من الکتاب والحکمه، روح المعانی نوشته المراد بهما القرآن الجامع للعنوانین، مراد از قرآن و کتاب و حکمت هر دو قرآن است، چون که قرآن هم کتابی هست و هم حکمت است. قرآن پر از حکمت است، دستوراتش دستورات حکیمانه هست. الجامع للعنوانین، این یک قول. قول دوم او القرآن و السنه، یا کتاب و حکمت یعنی چه؟ قرآن و سنت، روح. یعظکم به، الله شما را به اینها واعظ می کند. واتقوا الله، این نسخه عمل هست. اگر میخوای بر همه این احکام عامل باشی، تقوا داشته باش، از خدا بترس. واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شیء علیم، این نسخه تقوا است. میخوای تقوا نصیبت بشه، پس استحضار داشته باش، در دلت داشته باش که ان الله بكل شیء علیم، الله عزوجل به هر چیز عالم هست، هر چیز را میداند. وقتی که من این استحضار را داشته باشم، این وضعیت را داشته باشم، به این حالت باشم که خداوند از درون و بیرون من خبر دارد، از ظاهر و باطن من خبر دارد، از همه حرکات و سکنات من خبر دارد، لذا اون وقت من دستور خدا را زیر پا نمیگذارم و اون وقت پایبندی میکنم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.